بحث منزل پدری در ناحیه رودکی به جنایت وزنین انجامید. ساکن 27 ساله شهر وحدت با تبر خاله و شوهری او را زخمی کرد که عین حال جبریدگان با برداشتن جراحت سخت جسمانی در بیمارخانه بستری می‌باشند. احسان عبدالله‌زاده این حادثه را شرح می‌دهد. تقسیمات میراث بین وارثانی که مهر و محبت بین یکدیگری را کاسته نمودند همیشه با سازش و مراسا انجام نیافته در بعضی موارد بین میراثخواران بحث و مناقشه رخ می‌دهد. حتی این بحث و مناقشه ها میتواند به صادر گردیدن جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین آورده رساند. چنین یک حادثه گوشنا شنید و جنایت مخصوصا وزنین در جماعت دهات چارگلتپه ناحیه رودکی صادر گردید که سری وقت با برگزار نمودن چهاربینی اپراتیو جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی آشکار و گمانبر جنایت دستگیر کرده شد. شهروند تیلوبردیو علی جان ساکن 27 ساله جماعت دهات کریم اسماعیلی شهر وحدت شب 10 ینوری سال 2021 از روی خصومت شخصی که در زمینه تقسیم میراث به وجود آمده است با مقصد از حیات محروم نمودن خالش پیرامقلو و رحیمه سال تولدش 1972 و اعضایان عائله او با تبر و مایه سوزشواری مسلح به خانه استقامتی آنها واقع در جماعت دهات چارگلتپه ناحیه رودکی شبانه وارد شده خالش پیرامقلو و رحیمه و شوهر او را با تبر زده جراحت وزنین جسمانی رسانیده است. با بیدار گردیدن دیگر اعضایان عائله گمانبر نتوانسته است که قصد جنایتی خود را خاتمه بخشد. در نتیجه جبریدگان با برداشتن جراحت‌های وزنین جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. ضربه رو با سر خودم زدم. خودم در اینجا خوب بود. سرش در اینجا. این برای سرش رسید. با چی زدی؟ با تبر. بعد در اونجا یزنه هم خوب بود. او چردونو کده خست. از آوازی برآوردهی خودم خست. سونی منی گو کرد. این برای بعد ضربه زدم. چی زدی؟ برای اشاره کنی؟ با تبر. چی نشون تی؟ با تبر زدم. سونی من نگاه کرد ایست توپ خورد از این پرای سرش تبر رسید. منزل میراثی که از پدر به فرزندان پیرامقلو و رحیمه و مادر تیلوبردیو علی جان میراث مانده بود به ارزش 28000 دلار آمریکایی فروخته شده است. تقسیمات آن بین خواهران ناراضگی را به میان آورده باعث خصومت و در نتیجه قصدی از حیات محروم نمودن خاله از جانب خواهرزاده گردیده است. وابسته به حالت مذکور در پروکراتور ناحیه رودکی با دسترسی ماده 32104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی سوی قصد به آدمکشی پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد.